این جای حافظان بود بادا مبارک بر شما. این مجلس قرآن بود، این منظری رحمان بود. این جای حافظان بود بادا مبارک بر شما. ای حافظ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. آیت 266 سورت بقره. ایسه آخری ای سورت در ارتباط انفاق و مصرف کردن مال مومن بود که به خاطر حاکمیت دین الله و جهاد مالتان مصرف کنین. و مثالای کسایی که در راه دعوت و جهاد پول مصرف میکند الله بیان کرد که چقدر ثوابهای بسیار زیاد بی حد و حصر داره. شرایط مصرف مال و صدقات الله بیان کرد که چی شرایط داره. در این آیت یک مثال دیگر را بیان میکند برای کسایی که مال خدا نه مصرف میکنن ولی به طریقه قرآن و سنت مصرف نمیکنه که چقدر نتیجه خطرناک داره. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل. أيود آیا دوست دارد و یا میخواهد احدکم یکی از شما ان تكون له جنة اینکه شود له از برای می شخص جنة یک باغهای زیاده من نخیل از خرماها و عناب انگورا تجری که روان باشد من تحتها زیر می میوه‌ها و درختای ازی الانهار و نهرها و جویها له از برای زمی باغ فیها له از برای می شخص فیها در این باغ من کل ثمرات هر قسم میوه و دانباب و غلباب باشد و اصابه الکبر و رسیده باشد به این شخص الکبر و کلانسالی و سالخوردگی و پیری و له ذریت و از برای شخص ذریت اولادا باشد ضعفا ضعیف ناتوان که کار کردن نمیتونن فاصاب اعصار پس برسد به می باغ دمی تو حالت اعصار یک باد و شمال بسیار تیز فیه نارون که دیب گرمی باشد گرمی سوزان فاحترقت این باغ بسوزانه و خشک بکنه میوایش از بین ببره كذلك يبين الله لكم الآیات. امی قسم الله بیان میکند برای شما آیات خود را دلائل و احکام را لعلكم تتفکرون تا اینکه شما فکر کنین و منافعتان درک کنین که در چی منفعت است و در چی نیست، کدام عمل خوب است کدام نیست و خودتان باز انتخاب کنین. این آیت گفتیم اگر که صراحتاً در این مثال ذکر نیست ولی در این هم لفظ مثال معنای مثال وجود داره. مثال کسایی که در آیت قبلی بیان کرد مال خدا به خاطر ابتغاء مرضات الله مصرف میکنه و به خاطر طلب ثواب از او را گفت که چقدر ثوابشان برشان میرسد، چند برشان میوه ها یک باغ میتن قسم ثوابایشان میرسد. ولی یک شخص دیگه است که در یک حالت دیگه پول خدا مصرف میکنه به خاطر ریا و من و عزی و نمایش مردم که نتیجه ازی چی میشه؟ همزه استفهام انکاری است. آیا دوست دارد ود یود و نمو محبت را میگه که دو آرمان باشد، یعنی یک کسی به زبان ها میره آرمان بکند. یعنی آیا کسی دوست داره یا آرمان میکند به زبان خود؟ ای تو یک حالت احدکم یکی از شما مسلمان ها ان تکون له جنتون اینکه شود موجود شود له از برای ازی جنتون باغهای. جنت اسم جنس است، یک باغ نمیگه بسیار باغ. فکر کنین الله یک مثال بیان میکنه میگه آیا یکی از شما دوست داره؟ همزه استفهام انکاری است، یعنی هیچ کسی را دوست نداره. یکی از شما دوست داره که از برای ازی باغهای زیادی موجود شود. این چه قسم باغ باشد؟ در این باغ چی باشد؟ الله میگه جنتون باغ من نخیل
از نخیل باشه. نخیل بعضی میگه جمع نخل است، بعضی میگه اسم جنس است، اسم جمع است خودش. نخیل یعنی خرماهای زیاد، درختان خرما بسیار زیاد. و اعناب جمع عنب، درختان انگور بسیار زیاد، خوب انگور میته. و اینجا همیشه قرآن که از خرما درختش یاد میکند و از اعناب همیشه میوهش یاد میکنه. یعنی درخت انگور کرم گفته میشه و خود درخت ذکر نمیکنه. چرا؟ به خاطر که امی کجور که بگم یا خرما که است، کل چیزش مفید است، در کل اجزایش فایده است، هم در میوهش و هم در خستهایش و در خود برگهایش، در تنش، در همه اجزای درخت خرما فواید بسیار زیاد وجود دارد و از او بسیار چیزا جور میشه. انگور که از تنه و برگ و این چیزاش استفاده نمیشه، از پوستیاش، و فقط از اون میوهش استفاده میشه. سعی کنین در اینجا الله میگه کسی باغی داشته باشد که باغ خرما داره و انگور داره. چرا ایره گفته؟ به خاطر که همو سرزمین های عربستان یا مکه و مدینه، حجاز، سرزمین حجاز، او زیاد امی میوه ها و امی درخت ها بسیار پیش از اونا قیمتی است. یعنی بزرگترین میوه قیمتیشان امی است. و دیگه در خود خرما هم غذا است و هم میوه است، هر دوش است. غذاییت آمد، انسان سیر هم میسازه، قوت آمد، نیرو هم داره. درخت خرما بسیار چیز خوبه و بسیار مفید است. اعناب در انگور هم میوه است و هم غذاییت است، یعنی انسان سیر هم میسازه و از انگور هم بسیار چیزا جور میشه، شربت هم جور میشه، شربت های مختلف جور میشه. پس در این دو نوع میوه یعنی میوه های بسیار قیمتی و چیز بسیار مهم است. آیا دوست دارد یکی از شما آرزو میکند که از برای از این باغهای باشد که از نخیل باشه؟ نخیل یعنی خرماهای زیاد و اعناب، درختای انگور زیاد باشه. خب اینال یک صفت دیگه باغ الله بیان میکنه. یک صفتش چیز که درخت خرما و انگور زیاده. دومش تجری من تحت الانهار، که روان باشد از زیر ازی نهرها. یعنی تو یک باغی است که حاجت با آب باران و گپا نداره. اگر باران هم نشه بسیار وقت یک چیز خوشسالی بیاد سری باغ تاثیر نمیکنه. این نهرش جاری است، نهرش روان است. چندین نهرها و جویها در بین باغ است. خب نهر و جوی که در باغ باشه و باغ بسیار دیگه سرسبزی داره و سیراب می باشه و میوهش هیچ وقت کم نمیشه. له فیها من کل الثمرات، له از برای ازم شخص، فیها در باغ من کل الثمرات، از انواع میوه باب و غلباب باشه. یعنی تنها این باغ خرما و انگور نیست، بلکه در این باغ من کل الثمرات، هر نوع میوه و ثمرات. غله هم میگه غلباب. بعضی باغا را ببینین که 4 طرفش مثلا درخت است و در بینش باز غلباب هم کشت زراعت میکنن که گندم است یا جواری یا جو است، یا و همین تو درخت های سیب هم، درخت های ناک هم است، درخت های مختلف، یعنی انواع میوه دیگه درخت هم است و در بینش فصل و زراعت هم. و این باغ دیگه یعنی هم غذاییتش هست. یک کسی میخواه گندم، جو، جواری غذا باب خود جور کند، نان و چیزا هم وست و هم میوه بابش است. همه چیز یعنی کامل در این غذاییت وجود داره. و له از برای من شخص در این باغ من کل ثمرات، انواع میوه باب و غلباب باشه. فریما ولی در این حال و اصابه الکبر، در حالی که رسیده باشد. این جمله حالی است. بعضی هم میگوین که و اصابه ای عطف است با بالای یود احدکم و اصابه الکبر، یا عطف با بالای ان تکونه. آیا دوست دارد یکی از شما که از برای باغ شود و ای تو هم باشد که برای پیری رسیده باشه. و اصابه ای که اینانی بسیار پیر شده، الکبر و کلانسالی و بزرگسالی و پیر شده باشه خودش یعنی پیر شده دیگه توانایی کاروبار و کسب و کار نداره. یعنی یک باغ است که یک باغ نه، باغایی است که میوه و هر چی داره.
هم غلبا په ولی خودش پیره دیگه کار کردن نمیتونه. سرمایش فقط اونمو است. کل زندگی و خوراکش در باغ میچله. و له از برای شخص ذریت اولاد آمد، هم پیر است و اولاد هم داره. ضعفا و بسیار ضعیف. ضعیف یعنی خرد هستند، طفل هستند، چیزی از دست از اونا نمیشه. مصرفش با بالای بابیش است، با بالای پدرشه که پیر است و خودی اولادام با بالای زی بوج است. اگه ای پدر چیز شود یا کارم کده نمیتونن. سرمایه اینمیست، از چیزی اولادام باید مصرفش خود همین بابی پیر بپردازه. و از برای زی اولاد ضعیف باشه، ناتوان، کار کرده نمیتونه. خود اینمی تو حالت دیگه باغ داره و سرمایه داره و خودشان پیر شده، در این وقت اولادا بچه و دختر زیاد داره، اونا ناتوان است و مصارف مالی از او خرچ و نفقه و خوراک شام سر ازمی بابی پیر است. و این بابی پیر فقط سرمایش باغ است و دو باغ هر چیز است، لیکن دینمی تو حالت ای باغ یک مصیبت سرش بیاید، فاصابها اعصار، باغ مصیبت بیا هیچ کلش در بته هیچ کن. اینال خودشان پیر، اولادان پیر، چیزی از دستش نمیاد. فاصابها پس برسد ها بینمی باغ یک تانه به این باغ هایی که میوه خورما داره و انگور داره، انواع میوه و غلباب هم دیه. دینمی تو باغ چی برسه؟ اعصارون. اعصار جمع از عصیر گرفته شده. عصیر و نمو جوسو میگه، یک چیزی که پچق میکنی آبش میکشی، مثلا سیب است، اینا عصیر سیب و عصیر تفاح، اینا عربا جوس ما شما را اونا عصیر میگه. اصل معنای لغویش همیست. ولی اعصار باز و نمو بادی را گفته میشد، باد تیزه. وقتی که در یک جای میاید دیگه مثل که درخت و هر چیز که بیاد، مثل که میسیبه پچقش میکنی، جوسش میکنی، آبش میکشی، همی قسم باغ و هر چیزا پچق میکنه و تکا و پرچیش میکنه، هیچ میکنه، از بین میبریش. پس اعصار او نمو بادی را گفته میشه که اکثر مفسرین میگه که گردباد یعنی تو مثل یک ستون واری که بلند میشه، یک نوع گردبادا است و میتو خوب گرم هم در گرمی پیدا میشه، در عین گرمی، یا بعضی ابن عطیه میگه در عین سردی هم پیدا میشه، خوب سردی باشه. و این همی تو یک چرخ میزنه، چرخ زده میاد گردباد، چرخ زده میاد و چقدر چیزا هم که خود یه بسیار سوزان و گرم است. و که هر چیزی که موترم نزدیکش بیام تو چرخک داده میزنه، اشتکا و پرچش میکنه. درختها را هم همی تو از ریشه کشیده میره، یک شده دیگهش میزنه. و گرمی هم که باشه دمی درخت که برسه، خود از او بسیار تیز هم است، یکم درخت خشک میکنه، درش میتن، در ایتونه که بخی آتش بال کنه یعنی خشکش میکنه و از ریشه وی میکشم، کل درختاش محو میکنه. یکم گردبادار اگه شما دیده باشین بسیار دراز بلند میباشه. بعضی میگه که این گردباد از ابر جور میشه، ابر بسیار خطرناک میه که دو گرمی میباشه. اعصارون باد بسیار تیز گردباد، فیه که دی نارون آتش. آتش یعنی گرمی سوزان است، هدفش عین آتش نه، گرمیه که سوزاننده است. این باد تیز که میاد چی میکنه؟ ای فاحترقت، بسوزانه اینمی باغ. فاحترقت وقتی که بیاد همین باغ با میوه هاش، یک باغا را با میوه و با نباتات کلش محوش کنه و درش بتا خشک بسازیش. آیا کسی از شما میره دوست داره که می تو باغای زیاد هر چی باشه خودشان پیر اولادا ولی این مصیبت سر باغش بیاد؟ دوست داره میره؟ نه، هیچ کسی را دوست نمی داشته باشه. پس وقتی میگه که این حالت دوست ندارین، پس چرا این کارایتان میکنین؟ وقتی که حالت دوست ندارین چرا این کار؟ یعنی چرا همین پولتان ای تو مصرف میکنین که دو منو منت گذاری میکنین و ضرر میرسانین و ریا میکنین و به خاطر الله مالتان مصرف نمیکنین؟ کسی که مال در الله مصرف میکنه در جهاد در دعوت، هدف باز خوب مال این به اندازه باغهای خورما را گویا که مصرف کرد، یعنی صدها لگا مصرف کرد ولی منت گذاری میکنه، ضرر میرسانه به خاطر ریا و نمایش. گویا که اینمی یک باد تیز آمد، کل صدقات از او را زد، محو کرد، هیچ
این کاره که دوست ندارین او را چرا این کار میکنین؟ کذالک یبین الله میقسم به وضاحت بیان میکند برای شما آیات را، دلایل و احکام را، تا که شما فکر کنین. یعنی عملی را که انجام میتین و براتان چه قسمی که گفته شده شما برعکس از او را میکنین، الله این قسم بیان میکنه این مثالا را تا که شما فکر کنین و بفهمین که کدام یکی کارا خوب است. الله در این مثال بسیار یک دلسوزی کرده است. تفصیل این مثال سعی کنین چی است؟ از حدیث سعید بخاری است. عمر رضی الله عنه میگه پرسان که تفسیر ای آیت یه ذره تو چی است واقعا که معنا و مفهومش فهمیدنش یه ذره مشکل است. پرسان که عمر رضی الله عنه از صحابه که تفسیر ای آیت چیست؟ من خوب گفت ایره نفهمیدم. والله علم خودش فهمیده نفهمیده خب پرسان کرده. اکثریت صحابه گفتن که والله علم الله میفهمه. گفت ما عاجز هستیم ما نمیفهمیم که چی معنا. یعنی اونا عقل خدا زیاد نمی جنگاندن. کسی که نمیفهمید میگه نمیفهمم. اون صحابه بود بسیار جاها اعتراف کردن که ما به هر چیز نمیفهمیم. عبدالله ابن عباس پرسان کرد. عبدالله ابن عباس کسی است که او دیگه بسیار الله برای از علم داده بود. دیر رسول الله صلی الله علیه و برش دعا کرد. اهل بیت آمد، فرزند کاکای رسول الله صلی الله علیه و بچه عباس کاکای پیامبر. رئیس المفسرین او را میگن، ترجمان القرآن، حبر الامه، یعنی بسیار عالم بزرگ. رسول الله صلی الله علیه و دعا کرد که اللهم علمه التأویل، یا الله برازی تفسیر یاد بده و علم برش یاد بده. برش بسیار دعا کرده بود. از او پرسان کرد که این چی معنا؟ او گفت این مثال عمل است. کدام عمل؟ گفت او عملی که یک کسی که سرمایه دار است، بسیار سرمایه، مثل که باغای مختلفی نداره و این پول خودم مصرف میکنه. یک دفعه بازگشت میکنه، شیطان میگه سرش مسلط میشه. همین سرمایه دار شیطان سرش مسلط میشه، پول خودم مصرف میکنه در دیگرها، درای ریا و نمایش و رسم و رواجا و بدعتا و شرکیات و رقابتا و قومیت و اینا مصرف کرده میره به حدی که از اسلام بیرون میشه. این باز به خاطر منفعت کفار، به خاطر تقویه کفارم کاروبار خود که کافرام شروع می. بالاخره نتیجه شی میشه که دنیا کافر تر میشه، بی ایمان. یعنی کل اعمال خیرش فاحترقت، برباد شد، سوخت و از بین رفت. این گفت که گفت عمر رضی الله عنه تعجب کرد که بسیار یک تفسیر خوب کردی. و علامه ابن کثیر در تفسیر خود میگه که این مثال کفایت میکنه. ولی تفصیلی مثال باید مفسرین جدید ایرا خوب یک ذره تفصیلی مثال بیان کردن. یعنی ایود احدکم ان تکون له جنت، یک کسی که برای باغها باشد، یعنی یک کس سرمایه دار است، باغهای زیاد داره، انواع میوه باب، سرمایه زیاد مختلف است، هر قسم، هم گو داره، هم گوسفند داره، هم موتر داره، هم پول داره، هم طلا داره، هم نقره داره، دلارایش در هر جای ماندگی است. یعنی مختلف قسم مالا داره، باغ داره، زمین داره، خانه های مختلف داره، موترهای مختلف داره. من نخیل و عناب تجری من تحت الانهار، یعنی که همیشه مال ازین میایه و زیاد شده میره. لو فیا من کل ثمرات، این معنا که غیر از این که باغی گپا دارد و صدقات کده میره، دیگه مال خیرام داره. از باغ انواع مال خود زکات میته و صدقات میکنه و درای جهاد مصرف میکنه. دیگه هم بسیار اعمال خیر داره، یعنی عبادات فرضی و نفلی، عبادات بدنی و مالی انجام داده میکنه. امی سرمایه دار خوب و اصحابه الکبر، میرسد به بزرگی، یعنی نیتش خراب میشه، نیت خراب میشه. ایمان ولو ذریت ضعفا، ایمان ضعیف میشه. ایمان و نیت که ضعیف شده رفت، شیطان سرش مسلط میشه. اینجاست که عوضی که در راه اسلام مصرف کنه، یک دفعه ببینی راه اسلام رو بند میکنه. بسیار کسا میتوری شد. همین کسایی که مجاهدین و اینا بود، هیچ چیز نداشتن، یک دفعه سرمایه دار شدن. اول در راه جهاد مصرف کنه، یک دفعه به ضد اسلام مصرف کردن شروع کرد. یک روپیه را در راه الله مصرف نمیکنه. بیبی که به ضد اسلام، رسم و رواج ها و به خاطر منافع کفار مصرف کرده میره. اینال فاصابه اعصار دایی میرسه. اونم بعدتون این چی است که عقیده از این حتی به کفر و شرک میرسه.
بالاخره کافر و مشرک میشه. فیه نارون که در آتش است. یک دفعه احترقت تمام نمی باقی که میشه، یعنی نمی همه اعمال خیر، عقیده شرکی پیدا شد، کل اعمال خیرش اولئک حبطت اعمال نیکش برباد شد. که برباد شد چی میشه؟ و فی النار هم خالدون. اینجاست که در تاریکی های قبر، حشر و جهنم باقی میمانه. فاحترقت باغ که بسوزه هیچ پس جور نمیشه. می قسم ایم هیچ دیگه اصلاح نمیشه. این میگه نتیجه چیست؟ خاتمه اعمال. عبدالله بن عباس و غیرهم بر محیط هم میگه خاتمه اعمال، یعنی ختم اعمالش با کفر و شرک خراب شد. و حدیث صحیح رسول الله میفرماید که انما الاعمال بالخواتیم، جزی نیست اعمال انسان ثوابش و خیرش و ضررش به خاتمه انسان است. خاتمه چطور میشه؟ یعنی خاتمه از انسان خراب میشه. آیا الله میگه شما میتون دوست دارین که اول خوب باشین آخرتان ختمتان خراب شه و به کفر شرک برین؟ وقتی که تو هستین چرا از اول خدا بسیار احتیاط نمیکنین؟ چرا در راه اسلام اخلاص و به خاطر محبت الله مالتان است، هر عملتان این را بفهمین که اعمال به خاتمه است. و حدیث صحیح دیگه در بخاری است که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که یک کسی عمل خیر میکنه همه اعمال خیر، میگه یک بلیس میمانه که نزدیک شود به جنت. یک بلیس یک بار میره به طرف اعمال بد، میره جهنم میره، بیخی جنت خواستید جهنم میره. یعنی کافر تیر میشه، مشرک تیر میشه. و یک کس دیگه است اعمال بد میکنه مختلف گناه، یک بلیس میمانه که در جهنم بره، یک بار قضا و قدرش دور میخوره به طرف اعمال خیر میره تا اینکه دخول اولی جنت نصیبش میشه. پس فعلا ما و شما خو یگام کارهای خیر میکنیم و قضیه آدم نمیکنیم، کم میسوسونیم، ولی آینده خطرناک است. همیشه باید دعا کنیم. رسول الله صلی همیشه دعا میکرد اللهم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. یک کسی قلبا رو میگردانی، همیشه میگفت قلب مرا به طاعتت بگردان. الله دلا را گشتانیدنش بسیار آسانه. اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یک کس قلبها رو میگرد، دل مرا ثابت بساز به دینت. و همیشه دعا میکرد و هیچ وقت به اعمال خود مغرور نمیشد و میگفت که ما هیچ عملی نکردیم. همیشه عمل میکرد و دعا میکرد که یا الله آینده را یا الله ثبات بده. یا همیشه میترسید، از انجام بسیار میترسید و در اعمال خیر بسیار جدی بود و بسیار محتاط بود. هیچ مغرور نمیشد، متکبر نمیشد، اخلاص بسیار زیاد فقط به خاطر الله و زیاد کوشش میکرد که مطابق وحی عمل کنه. این دو چیز محکم بگیرید اعمال مطابق وحی، یعنی قرآن سنت، از بدعت و شرک این دور شو و اخلاص فقط به خاطر الله. از هر نوع شرک اکبر و شرک اصغر خود دور کن و دوام کده برو، مغرور هم نشی. اینجاست که الله انسان انشاءالله که نجات میده. در غیر از او خطرناک است. یه اعمال خیر انسان یک دفعه انسان در شر میره و ما شما دیدیم نه، خصوصا مجاهدین 14 سال جهادی کردم که چطور شد؟ سایکوالی چی میگه نه؟ خاتمه و اعمال بسیاریش به مو ختمشان انجامشان خراب تیر شد، مردار بسیاریش خراب، خاتمش خراب تیر شد. خاتمش با دوستی با کفار و با حاکمیت نظام های کفری ختم شد، با شعارهای نظام های کفری ختمش میشد. یعنی روسا کشت، جهاد کرد، زخمی شد، تکه و پرچه شد، آخرش بیدین دنیا رفت. بسیار شد دیدیم ما و شما هم از امون کسا و هنوز ما و شما را الله امتحان نکده و امتحان میکنه، شاید کده و دیگه هم امتحان میکنه دیگه. بسیار محتاط. من که آیت خواندم و مثالا و تطبیق از این از عبدالله بن عباس بسیار من خودم ترسیدم. من بسیار در اعمال خود، در اعمال ناچیز خود ترسیدم. سر ازی باید بسیار فکر کنیم. ما شما یک میدان نماز صحیح را نمیخوانیم، باز قرار انتظار هستیم که الله را ما در خواب ببینیم یا جنت. ما شما هیچ عمل نکردیم. چی است؟ بال فرایض خود انجام نمیتیم دیگه، کارا خوبان. کذالک یبین الله لکم لعلکم تتفکر کنین میگه. یعنی جا ما کمی فکر کنیم و شما در این باره فکر کنیم.
الله نجات بده. یا الله دیگه ختم ما را به ایمان نصیب کنی، یا الله ثبات بدی و خودت دیگه ما را به نعمتها برسانی، از جهنم نجات بدی. در این وقت فتنه هایی که ما شما هستیم، فتنه ها موج میزنه، باطل حق شده، باطل حق جلوه دا، اکثریت باطل پشتش روان است، حق گفته، حق باطل شده کیست. شیطان مسلط است، فساد و گناه و معاصی به حدی است که ما و شما این اعمال ما پیش ما بیخی کلان معلوم میشه که ما میگیم اگر جنت خی ما نریم کی میره. شیطانی تو می وسوسه میکنه میگه خی ما کی نریم خی کی میره، چی میگی تو، برو بانو ما. این وسوسه شیطانی است. خب ما که نریم مقا قرآن میفهمیم، ما عقیده ما توحید سلفی این و آن، ما با منهج صحابه روان هستیم، کوشش میکنیم. ما که نریم خیلی کی میره دیگه، نه 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 این گپا قبول نیست. این خطرناک، این وسوسه شیطانی است. ما بعضی مسئولیت ها رو براتون گفتیم. اگه مسئولیت ها اسلام درک کنی اینجا ببینی حتی خطرناک است. اینجا که ما شما ششتیم بسیار تا گناه هستیم، ما فعلا در انجام گناه هستیم. فعلا ما به خاطر مسئولیت خود ترک کردیم، اگر الله عفو کنه بسیار دیگه مشکلات است. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه واعلموا ان الله غنی حمید. ای کسایی که ایمان آوردین خبردار، انفقوا مصرف کنین، انفاق کنین، من طیبات ما کسبتم از پاکیزه و حلال، ما او مالی کسبتم که شما کسب میکنین و کسب کردین، و مما اخرجنا از او اموالی که بیرون میکنیم ما لکم از برای شما من الارض از زمین، او را انفاق کنین. ولا تیمموا الخبیث، قصد نکنین خبیث مال ردی را، منه از اموالتان تنفقون در حالی که انفاق میکنین، ولستم بیاخذیه نیستن شما گیرنده امو مال، الا ان تغمضوا فیه مگر که چشم پوشی کنین دو. وعلموا بدانین ان الله بدون شک الله غنی است، به حاجت است، بی نیاز است از مخلوقاتش، حمید صفت کرده شده است. در اینجا الله باز امر میکنه به انفاق و بعض شرایط دیگر هم میگه که مال حلال و بهتر مصرف کنین. قبلا ترغیب داد به مصرف کردن اموال و چقدر ثواب هاست، چقدر اجر است، چقدر نعمت هاست. و یکم شرط های سلبی را هم گفت که منت گذاری نکنین، عزیه نکنین، ریا نکنین. اینجا میگه مال حلال تان مصرف کنین و مال پاکیزه تان، مال کره و درست تان. اما مالای زیبای تان ایتونین، مالایی که از کار افتیده و فرسوده این چیزا را بده، مال صحیح تان مصرف کنین. و این امرم یا ایها الذین آمنوا انفقوا، حضرت علی رضی الله عنه و حسن بصری، ابن سیرین و غیره میگویند که این امر برای ایجاب است، یعنی فرض است و هم زکات شامل است، هم عشر زکات، هر دوش عشر دوم حصه مال که از زمین داده میشه. یا ایها الذین آمنوا، کسایی که ایمان آوردین خبردار، ایمان از شما این تقاضا میکنه که انفقوا مصرف کنین، انفقوا انفاق کنین، مصرف کنین، من طیبات از پاکیزه، ما آن اموال کسبتم که کسب کرده. پاکیزه دو چیز شامل است، ما شما قبلا این را خواندیم، یکی حلال باشد و دیگه ای که مردار نباشه. اگر حلال باشه مردار نباشه، مثلا گوشت هست مردار شو و او را مصرف، گوشت یکم تا شب پخته میکنه، صبح که شد خراب میشه، یکم که بوی میگیره، میگه عکس کده، با من ببرش به قاری صاحبا در مسجد، همین دیگه نه عکس که کده به قاری صاحبا خودش مالا نمیخوره، این هم مال مرداره یا حلال نیست، یا یک چیزی را که خودش خوش نداره. یکی حلال باشه دیگه پاکیزه و زیبا، همون چیزی که خودت خوش داری اونمو باشه. طیبات ما کسبتم، کسب یعنی انسان دو نوع سرمایه دارد، یکی از درک زمین میاد که غلبه و مال و این چیزا است، و یکی هم از درک کسب که صنعت و تجارت کاروبار. یعنی ما کسبتان چی کسب میکنین توسط تجارت، توسط دکانداری، کاروبارتان، وظیفه هایی که انجام میتین، مال پاک است، وظیفه دارین، اینی مالای تان شما مصرف کنین. پس کسب اموال در اسلام است، اون کسب میکنین شما. دیگه چی را مصرف کنین؟ یکی خود طیبات ما کسبتم، یعنی درآمدهایی که از طریق صنعت و کاروبار و تجارت و اینا به دست میاد.
دیگه درآمدها مما از او اموال اخرجنا که الله میگه ما بیرون کردیم لکم از برای شما من الارض از زمین. او چی از گندم، جو، جواری، حتی معدنی باب است. همین گندم و جو، جواری، میوه باب اینا را که شما میگه کش میکنین، انگور و غیره کشمش میشه، هر چی که میشه، ایرا الله میگه شما خو میپرتین، ما ایرا بیرون کردیم. اینا ما که کردیم مشر شبته، اینجا باز عشر داوم میشه. 100 سیر مثلا گندم گرفتی داوم میشه بده. داوم میشه چقدر میشه؟ 1000 سیر گرفتی، 1000 سیر گندم داوم میشه 100 سیر بده. 1000 سیر جواری داوم میشه 100 سیر. 1000 سیر اگه برنج است 100 سیر شبته، 100 سیر شهر کی بده از 1000 سیر. اگه لوبیا است، اگه نخود است، اگه ماش است، اگه دال است و اگه سیب است همی قسم 1000 سیر است بده 100 سیرشه. اگه ناک است، اگه انگور است، اگه خرما است، هر چی که است این همی عشرش است. و همی قسم اگه حیوانا است، گاو است، گوسفند است، اینا زیاد میشن. و اگه معدنی باب که است باز 20 حصهش که خمس است. مثلا طلا و نقره در سرزمین در زمینت برآمد خمسش بده در راه الله. و مما از اموال اخرجنا که ما بیرون کردیم، نگفت از رانا زرع کردیم. زرع که است صرف نباتات شامل میشه، اخراج که است معدنی باب هم شامل میشه، یعنی معدنی باب چیزایی که در معادن است بیرون کردیم ما لکم از برای شما من الارض از زمین، این مالتان هم در الله بتین. پس تفصیل از این که چقدر زکات بتیم از مال پیسه طلای خود، از نقره خود، از گوج اینا، از جو جواری اینا، کلش تفصیلش در حدیث است. بنان حدیث ضرور است و وحی است که بخوانیم. بدون حدیث صحیح عمل نمیشه به قرآن، بدون حدیث. زیرا حدیث شرح قرآن است. مثل که نماز ما شما بدون حدیث که میتونیم؟ نماز صبح 2 رکعت است. در کجای قرآن آمده که نماز صبح 2 رکعت؟ در قرآن است؟ نه. اقیم الصلاة، الله میگه نماز برپا کنین، نگفته چند رکعت. 5 وقت نماز هم نگفته که صبح چند شروع میشه که ختم میشه، ایشم نگفته الله. اینا تفصیلش در احادیث است. کیفیت نماز، رکعتش، سجده، کلش در حدیث است. این قسم در زکات هم زکات طلا باشه، نقره باشه، اموال تجارتی باشه، اگه زمین باشه، یکم تا زمینای تجارتی داره، نه یکم تا یکی موتر شخصی داره، دیگه موترهای تجارتی داره که خرید و فروش میکنه، از اون چطور از زکاتش؟ زمینای تجارتی داره، خانه‌های تجارتی، یک خانه شخصی دیگه خانه میخره و میفروشه، اینی هم این زکات داره نداره؟ بله، اینی کلش در احادیث است. باید مسلمان پرسان کنه و زکات مال خدا و عشرش و همین قسم دیگه مسئولیت های مالی خدا انجام بده. و ایجا امر است، واجب است به بالایتان که ای کار کنین. ولا تیمم الخبیث، قصد نکنین خبیثه. خبیث مال ردی را، خبیث بسیار معنی داره، حرام و غیره و غیره. در قرآن به 6 جای 6 معنا استعمال شده. ایجا به معنای خبیث به معنای مالی که ردی است و ناس خوبش نیست، مال ضعیف، مال پسمانده است. قصد نکنین. امامه یممو، تیممو از امامه گرفته شده به معنی قصد کردن. منه ازمی ما کسبتم، ضمیر هو راجع به سوی ما کسبتم ما اخرجنا، یعنی از این مالی را که به دست میارین، مال صنعتی تجارت یا از زمین الله بیرون کرده، مالای زراعتی تانه، از اینمی اموالتان قصد ردیش و ناکریش نکنین، او که خوب نیست. مثلا گندم هست چند قسم، یکی گندم خوب است، یکی تو بگویم گندم های چی را بتی همون ضعیفه بکش داوشش، نه؟ یا برنج علاس سیلی اول، نه؟ پلویست. یکی ادنا است که اگر او کوشش کنی شولایی، بعد وقت شولایی میشه، یا برنج شولایی است. تو چی بگوی داوشش بتی از همون شولایی ها، از این پلوی نتم، نه او را بان او دا اوجا او دا میفرشه مورا، از این دیگه بتی. سیب است همی تو سیبای بسیار خوبش و ایسو خرابش که او قیمت نداره، تو از اینی سیبا بکش دو، او سیبای خوبه اوسو میکنی. اگر گوسفنده است، مثلا گوسفند خراب هم است خوب هم است، همون گوسفندایی که خراب چی است میپالی ما را بکش یک 10 تا گوسفند در زکات، همون خراب هم میکشه. گاو هم است همی تو این کار نکنی. مالای ولی یکم تا مثلا خیرات خور میام پیسه بده جیب خدای تو میکنه، دایای نه اومد کنم دای کنه فرسوده که تقریبا دیگه چلیدن از اون مشکل است، او نموره میکشه به او میپرته، یا 1 روپیه فرسوده را میکشه به او میده، نه همون به همون
این قسم ردی را قصد نکنین، مال ردی و ناکره را تنفقون در حالی که انفاق میکنین ولستم بیاخذ، این هم جمله حالیه، در حالی که نیستین خودتان بیاخذی گیرنده همین مال، خودت نمیگیری، الا ان تغمضوا فیه، مگری که چشم پوشی کنی و تسامح کنی. یعنی یکم دفعه ایمی قسم مال هیچ خودت خوش نداری، اگر یک کسی قرضدارت باشه، قرضدار باز بری بگوی مرا قرض ما گندم ما بده، مثلا 100 سر گندم دارم یا 1000 سر برنج دارم، او برات بده، اگر ناکره باشه نمیگیری، خوبش نباشه، ولی اگر مجبور شوی میگیری. در حالت مجبوری با میگمش که چیزی حاصل نمیشه، عموشم بگی بیار، او میگه که من خود دیگه برنج خوبش ندارم، از تو برنج خوب گرفتم، حالا میره دارم، باز میری میگم برنج خراب و گندم خراب دارم، آخر تو چی میگی؟ بیا گمش کن، بیا پرت دیگه گمش کن، هر چی که یعنی دلت نمیشه، مگری که چشم پوشی کنی. یا می قسم اگر یک غذا است او را خوش نداری، مگری که چشم تپود کنی بگوید مجبوری میره میخورم، نه این نمی تو غذای تا با کسی نتی، امی تو غذا را که از مجبوری استفادهش میکنی، چشم پوشی میکنی، تسامح میکنی، خودتان نمیگیرین مگری که چشمتان بپوشانی، ولی به دیگران میتین. و نمایت دیگر امور روزم خواندم که الله در سورت آل عمران میفرماید سپاره 4 لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز به نیکی نمیرسین تا اینکه انفاق کنین از اموالی که دوست دارین، یعنی محبوب ترین مالتان. در زکاتی تو نیست که کلش کره باشد، یعنی مثلا گوسفندا است 1000 گوسفند داری، باز بگویی که می گوسفندای احلایش جمع کنی، تو نیست، از یک سر جمع کن، سره و ناسرش هر دوش بیا، نه چینی که خرابا را بچینی. و همی قسم در برنج است، هر قسم است از کلش جمع کرده برو بتی، ای تو نکن که فقط برنج پایین بگیری، سه بس خوب و چیز شه، نصفش از اون نصفش از این هم صحیح است. اگر کلش خوب بتی خوب بسیار خوب، اگر نمیتی همی تو گد ودام بتی صحیح است، ولی که همو فرسودش همیتی ای باز الله ای را قبول نمیکنه، ای ضرورت نداره بایی. یعنی الله میفرماید که وعلمو، یقین بدانین ان الله غنی، الله غنی است، بی حاجت است. اینجا یک سوال پیدا میشه که مثلا ما اگر که سر کسی حق داشته باشم او با من مال ناکره و ناسره را بده، من خوره میگیرم، نه چشم پوشی میکنم. الله میگه من چشم پوشی نمیکنم، به این مالای ناسره تان قبول ندارم، مالای فرسوده و ناسره تان. و علم بدانین ان الله غنی، الله بی حاجت و بی نیاز است، به این اموالی که افتیده و پیش پای افتیده ای را الله قبول نمیکنه، به این نیاز نداره. حمید صفت کرده شده است، حمید الله مردم مخلوقاتی را صفتش میکنه، و یا حامد است، حمید به معنی حامد صفت کننده است، یعنی کسی که مال خود صحیح را در راه الله مصرف کند الله او را صفتش میکنه در ملای اعلی، در جماعت ملائکه، و بسیار ثوابای خیر برش میته. پس اینجا هم یک شرط دیگه مصرف مال الله نتیجه چی شد بیان کرد که مال حلال و مال کره و سره باشد، مال خوب باشد، مال خراب مصرف نکنین، و زکات هم بتین، عشر هم بتین، تفصیلش در احادیث است. الشیطان یعیدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعیدکم مغفرة منه و فضلا والله واسع علیم. شیطان لعین انسی و جنی یعیدکم میترساند شما را الفقر از فقر و گرسنگی و مسکینی، و یأمرکم امر میکند شما را بالفحشاء به گناه ها و به بخیلی، والله یعیدکم مغفرة منه و فضلا، الله وعده میکند شما را مغفرتا بخشش منه از جانب خود که گناهتان ببخشه، و فضلا الله وعده فضل میکنه که در مالتان برکات پرته زیادش کنه، والله واسع الله فراخ است فضلش به بالای مخلوقات، علیم عالم است به نیات شما. خب در اینجا الله یک ترغیب دیگر را بیان میکنه، میگه ای را بفهمین وقتی که ما بر شما گفتیم که مال خوبتان بتین، ریا نکنین، دیگه احسان مندی نکنین و ضرر به مردم نرسانین و از کسی خدمت نگیرین، مالتان مصرف کنین، از انواع مالتان، از مال پیسه نقد، از زمین، از زراعت، از باغ، این کلش خوب ترغیب یای رو پیش میشه. و این گپاره که گفت این شیطان اینال یکم دفعه موانع را بیان. موانع کار کی است؟ الله میگه شیطان اوش کده باشه. اینجا مانعی این است که شما را نمیمانه مالتان مصرف کنین. شیطان هم دو قسم است، یک شیطان انسی است و یکی هم جنی است.
انسی میگه چی میکنی؟ میگه مال ما مصرف میگه چرا تو میکنی؟ چقدر ساده هستی؟ چرا یک موتر نمیخری؟ چرا یک خانه نمیخری؟ دارم یک خانه یک موتر، یک تا دیگه بخر. یک موتر میری پیسه تا با کجا میتی؟ چقدر ساده هستی تو پیسه تا بتی 100 روپیه 200 دقیقه زیاد میتی، پیسه زیاده میتی. این کارا رو نکن. یا یکم دفعه میگه دیگه هم میکنه این کارا، این وسوسه شیطانی. سور پی مدرسه تا ورکه یا 3 سالور زره ورکا نورم ورکی نه یاره نور خو خبر نیم تو ولی ورکه تا لیوانی شوی میگه تو چرا میتی ها دیگه هم پیسه داده تو میگی ولی این شیطان است نه تا دلت میاره. مردم هسته که پیسه جمع کرده رئیس ولی اگه در جان خود مصرف کنه تو میری پیسه تا در تو جای ها مصرف میکنی. نه که کار فقیر میشی با دایندهت خراب میشه. یه نیگه پاره از فقر میترسانی. اگر میقه پیسه رو جمع کنی چی میشه؟ اگر این در این را دادی چطور میشه؟ واقعا که شیطان هم کارو میکنه. اگر یکم دفعه شما تجربه کرده باشین این پیسه را که میکشینی شیطان داره. ولی اگر سرش کم خود زده بری 10,000 20,000 شیطان میگه مصرف کرده برو هیچ گپی نیست. مصرف کرده برو کم نمیشه. در الله که میتیم 1,000 هم میتی شیطان میگه سعی کن. فقیر میشی ما شما که مریض شویم 1 لک 2 لک میزنیم پیدا میشه. ولی در راه الله بگو بیاین بتین شیطان میگه نه نیست نداریم ما دارم نمیتا هیچ وش کرده باشین. میگه مانعین صدقات در راه دعوت مراکز دین و قتال و جهاد شیطان است. شیطان هم 2 نوع. یک شیطان های انسی است که بخیلای هستند بیدینا. یک شیطان های جنی است که نمیبینی و خود هوا و خواهشات نفس هم نفس اماره به سو هم است و ما ابرئ نفس ان النفس لاماره بالسوء. ولی تو پشت اینمی شیطانا نگرد. اینمی مانینا دم دانش که تو مشتهای انفاق و مصرف و اطاعت زده برو ددانیز مالت مصرف کو. الشیطان شیطان انسی و جنی یعیدو از وعده گرفته شده. وعده در خیر هم استعمال میشه در شر هم بعضی وقت در مشترک هم استعمال میشه. اینجا به معنای ترساندن است. یعیدکم می ترسانه شما را ای مسلمانا الفقر از فقر. فقر در لغت و نمو استخوانی را گفته میشه که در پشت انسان است و انسان در او استاد است. نه ستون فقرات که میگن ستون فقرات و نمو استخوانه میگن و اصل در اصطلاح باز و نمو فقیری است که کم مالی و کم سرمایه پول پیسه تا دست میتی و غریب میشی. فقیر هم همی تو کمرش مثل میده شدگی واریست نه. فقیره که ببینی همی تو بیخی همی تو وزش همی تو چی هست همی تو تگره و چی نمی باشه همی تو والا هستیم دیگه زندگی چی کن کمرش میده است. شیطان که از شما را میترسانه از فقر. فقر چی؟ یعنی از گرسنگی کم مالی مالت کم میشه پیسیت کم میشه. خب میگم میره حساب کو تو در ماه 4,000 میتی 1 سالش چقدر میشه؟ ولی 1 سال 40-50 سکو 40-50 هزار اگه جمع در 2 سال چقدر میشه؟ 1 لک. در 3 سال چقدر سرمایه توی رو میتی در دیگر رو سبا روز یک مصیبت در زندگیت میاد. و یأمرکم امرتان میکنه شما را. سعی کنین شیطان هم امر میکنه. امر به معنی ترغیب تشویق وسوسه. امر از طریق وسوسه است. این تو گپای خود در قلبت میرسانه. شیطان بسیار خطر دور امیال در کمین 6 تا همیجا که ما شما در تفسیر هم جمع میشیم میگه سعی که بسیار گپا را در دل ما شما میپرده. الله شیطان ذلیل بسازه و ما را حفظ کنه. شیطان خطرناک است غیر از الله حفظ کنه. خب به می خاطر الله میگه که فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان. از شیطان پناه بخواه به الله اعوذ بالله. غیر از پناه الله پناه داده میتونه. این دشمن ما دیده هم نمیتونیم. امر میکنه شما را این شیطان ترغیب و تشویق میکنه وسوسه بالفحشا به فحشا و گناه های مختلف. فحشا خو اصل در غرایز جنسی و زنایی ها استعمال میشه. هر گناه را میگه. فحشا اونمون گناهی را میگه که عقلا قبیح است. بخل شامل است. علامه قرطبی میگه بخل هم دیشان با بخل و شومی امرتان میکنه تشویقتان میکنه. میگه سعی کنین چون که اول الله نگفت که الشیطان یعیدکم بالفحشاء و یأمرکم بالفقر. این تو نگفت که الشیطان یأمرکم بالفحشاء. چرا؟ چون که امی بخیلی که است عقلا مردود است. عقل انسانی را قبیح میدانه. قباحت عقل درک میکنه
اگر اول شیطان میگفت بخیل باش، ای تو باز انسان میگفت کلگی خوره بد میگم چرا بخیل؟ بخیلی خو یک چیز بده، ولی اول شیطان دیگه کارا رو میکنه. خب اول تمهیدات، یک چیز زمینه رو برات مساعد میکنه. اول شیطان میگه فقیر میشی، سعی کوی پیسه رو تو میتی، این میشه داینده مشکلات هست، یه است و یگان موضوع دنیا رو برات نشان میده چقدر مشکلات هست. پیسه هم گم شده، مردم مشکلات داره، در این وقت چطور پیسه تو مصرف میکنی؟ ای تو اول زمینه رو برات مساعد کرده میره، باز داخلش در بخل و شومی و فحشا تو را میرسانه. یعنی شیطان هیچ وقت به کار خیر تو را امر نمیکنه. حتی یکم علما میگن که یکی مثلا قرآن خواندن و ذکر قرآن، نماز و قرآن که در نماز بخونیم بسیار ثواب زیاده، در غیر از اون و یکی ذکر است که سبحان الله میگی، سبحان الله 24 ساعت. حتی شیطان یکم دفعه کسی بخواد قرآن بخونه میگه نه ذکر تا بکو، بکش از بیتا سبحان الله گفته برو. امی ثواب کم هم که هست اقلش کوشش میکنه که امی ثواب کم باشه. ایق شیطان کوشش میکنه. شیطان امر به فحشا میکنه. یعنی چی معنا؟ سرمایه دار میگه مالت مصرف نکو، کار فحشا. اینی برو یک خب زن دارم، برو یک زن دیگه بگی، چی میکنی؟ موتر دارم، برو یک موتر دیگه بگی. این دمی کارای ناروا و یا بخل اینا بسیار گناه است. والله یعیدکم مغفرة منه و فضلا. الله که سعی کنین که وعده شیطان است یکی وعده الله. شما میگه سر از این فکر کنین، عقل داره. والله یعیدکم، الله وعده میته شما را، مغفرة بخشش را، گناهی شما را میبخش. منه از جانب خود، اینجا اشاره به سوی عظمت مغفرت، یعنی الله وعده مغفرت گناهیتان میبخش. شیطان وعده چی را میته؟ فقر. الله میگه من وعده مغفرت، شما چقدر گناهگار هم هستید. و فضل مغفرت جنت هم میگم، بخشش که شد جنت. و فضل و دیگه فضل الله وعده، فضل یا زیادت مالتان. الله میگه در مالی را که تو مصرف میکنی من در او برکت میپرتم. الله این وعده را براتان داده، فراخی مال، برکت در اموالت. و فضلش که است از مریضی ها نگاهت میکنه، از بسیار مصیبت ها است در این وقت. اگر در راه الله مصرف نکنی یک مریضی میاد، یک سرطان خونی یا سرطان معده، برو دیگه 2-3 لک 10 لک 20 لک مصرف کرده برو. یا یک مصیبت دیگه در زندگیت میاد، موترت میزنه 10,000 موتر داری هیچ میشه. مردم ما شما با موترش که تکر کرد $6,000 در اون مصرف میکنه یا میره تا دیگه میخره، ولی در راه الله 1,000 2,000 3,000 بسیار به سختی کار میکنه. والله وعده فضل میته، اینا شما مقایسه کنین. والله واسع، الله واسع است، فراخ است فضلش. اینجا سوال پیدا میشه که الله مال زیاد کده میتونه؟ الله میگه فضل ما فراخ است، من زیاد میتونم، از من خود چیز کم نمیشه، هر قدر براتان بتون. علیم، عالم است به نیاتتان، میفهمه که بکی بتون بکینه و دیگه ای که نیت شما چطور است. بس الله به ما شما توفیق بده که هر کدام ما در راه الله مصرف کنیم به ما اندازه توان خود. خب از انفاق عقب نشینی نکن، هر قدر که داری داده برو در راه الله. و یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. میدهد حکمت را من کسایی را که بخواهد الله، و با کسی که داده شد حکمت بدون شک به او داده شد خیر زیاد را، و پند و نصیحت قبول نمیکنه مگر صاحبای عقل صاف. حکمت میدهد حکمت، اینجا ارتباطش باید قبلی چیست؟ سعی کنین اینجا شیطان هم وعده میکند به فقر و امر به فحشا، وسوسه میکنه به شوم و بخل الله هم. ولی ما چطور بفهمیم که اینمی وسوسه شیطانی است و این گپ الله است؟ همین فرق و تمیز چطور بتانیم؟ الله می توسط علم میتانی، توسط قرآن. فرق دمی حق و باطل، باطل که وسوسه های شیطانی است، حق که گپای الله است. چطور بتانیم؟ الله می توسط علم قرآن و سنت صحیح، علم پخته که با عمل باشد، شما میتونین فرق کنین. یعنی اگر میخواین از وسوسه های شیطانی باطل بشناسین، چنگ بزنین به قرآن و سنت. اینجاست که شما ثبات پیدا میکنین، هم در برابر شیطانای انسی، انسانای شیطان صفت استادگی کرده میتونین، و هم در برابر شیطانای جنی. اگر علم نبود هیچ، واقعا که علم نباشه خراب است. علم بسیار مهم است. دیگه شما اینمی علم اعلان نتین تا وقتی که قرآن است، تفسیر خودتان خوب عربی را یاد نگرفتین بار بار بخوانید. من در پاکستان یک جای رفتم، یک عالم گفتم تفسیر میخوان، یک لاسپیکر داره 1 ساعت راه آوازش دور میره.
اون مردم این بغلای کو اینا هست، 4000 طالب مولوی اعظم افغانستان اینا مردم جمعش 5000. ولی اون مردم پرسان کردم امری سفیداش هر کدامش گفت ما 50 بار قرآن با تفسیر خواندیم، 50 مرتبه. و اینقدر ایمانای قوی داشتن. مولوی صاحبا که می آمدن میگفت مولوی صاحب خواندیم، میگفت یک دو بار خواندیم. یگان مایت هم عوامش پرسان میکرد، میگفت دا ترجمه بکن. یکی میگفت غلط میکرد، سوالش میکرد نمیفهم. این مولوی ها ایران میمان که یک عامی محض قرآن هم میفهمه. ما و شما اید نمیخوایم. یک بار که خواندیم با میگم بسیار فهمیده شدیم. نه چی فهمیدی چیش؟ ها ترجمه کردیم، ما یک دفعه کردیم ترجمه چی کردی اینجا خوانده برو بیشی. رسول الله صلی الله حدیث است، پیامبر صلی الله میگه رب زدنی علما، نه آیات قرآن، یا الله علم زیاد. و پیامبر صلی الله علیه و میگه که لن یشبع المؤمن من خیر یسمعه حتی یکون منتهاه الجنه. هرگز سیر نمیشود مؤمن از خیر از قرآن، از حدیث، از وحی سیر نمیشه. یسمعه که میشنه حتی یکون منتهاه الجنه، تا اینکه انتهایش به چی میشه؟ به جنت میشه، تا اینکه آخری درجه به جنت میرسه. از این سیر نمیشه. پس ما و شما باید همیشه بشنویم. من همیالا بفهمم که یک عالم از یک ذره خوبتر میگه و درستتر و زیادتر میفهمه، وقت همیشه من خودم شرکت میکنم. میتونست که با وجود بسیار خواندیم الحمدلله درس هم دادیم بازم شرکت میکنم. شنیدن باز یک تاثیر دیگه داره، به خاطر عمل ما باید کار کنیم. بسیار علم اعلانتین. یؤت الحکمت میدهد الله حکمت را. در معنای حکمت 29 معنا را کردگیستند. ولی را بفهمین کسایی که حکمت یونانیا و منطق میگن و قرآن تحریف میکنن. اینجا حکمت به معنای قرآن و سنت، شرح قرآن احادیث است. کل مفسرین میرم. علم حکمت از احکام گرفته شده، یعنی علمی که پخته باشه، پخته با عمل، قول و عمل. علم عمیق با دلیل و با عمل یک جای شده باشه. حکمت امو علمی را میگه که دو عمل باشه، یعنی علم قرآن و حدیث که دو عمل باشه. این نیست. این حکمت میدهد الله من یشاء، کسی را که بخواد. یعنی هم علم قرآن و هم عمل به قرآن. این هر کس نیست. امیال بسیار علما را شما میبینین علم نداره. اگر علم قرآن و سنت وحی را دارد عمل نداره. نه؟ این را به هر کس الله نمیده. و من یؤت الحکمت، و برای کسی که حکمت داده شد، یعنی علم قرآن و سنت با عمل داده شد، فقط اوتی خیرا کثیرا، بدون شک به این داده شد خیر کثیرا زیاد. الله مال تنها خیر گفته، ولی علم قرآن با عمل خیر کثیر، خیر بسیار زیاد داده شد. و حدیث سید بخاری رسول الله صلی الله علیه و فرمود من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، کسی را که الله اراده خیر به او بکند یفقهه، فهم عمیق میته از دین برش، فهم عمیق. ای تو فهمی که ای را از فتنه ها نگاهش میکنه. ای تو علم قرآن سنت که ما را از فتنه نگاه کنه. بسیار مولای صاحب از قرآن سنت حدیث درس میته، ولی در فتنه داخله با کافر دوستی میکنه، شعارهای ضد اسلام هم میته. آن علم داره، پروفیسوره، ریششم تا نافش است، ریشش تا نافش، لنگیشم از مکه کلان است، درس هم خوب خوانده. از قرآن هم میگه که من از مکه عالم در دنیا نیست. بعضی وقت میگه من مفتی دنیا هستم، بعضی وقت میگه من ایستم. ولی ببینی به ضد اسلام کار میکنه. و حکمت نیست، و علم خود به ضررش است، و به جهنم برده رایست. حکمت علم از قرآن وحی با عمل. این را از الله بخواین. این بسیار چیز الله به ما شما نصیب کنه. به می جماعت یا الله از طرف خود ما را علمی بده که از این فتنه حق و باطل بشناسیم، با حق روان شیم و علی باطل به هر چهره که است مبارزه کنیم. به چهره ریش است، لنگی است، هر چی که است، یا به چهره نیکتایی است. و ما یذکر الا اولو الالباب، و ما یذکر پند و نصیحت نمیگیره از این گپا الا مگر کسای اولو الالباب که صاحبای عقل صاف و سلیم است. الباب جمع لب عقل صاف و سلیم، یعنی روشن فکرای واقعی، نه که روشن فکرای دموکراسی و که روشن کفر است. در حقیقت روشن فکر چه میکنه؟ عقل سلیم والا اینا میتونن که از این چیزا پند بگیرن. و الله به ما شما یه تو علم ثبات و عمل نصیب کنه که علیه فتنه ها مبارزه کنیم و به اسلام کار بکنیم. ربنا وفقنا لما تحب وترضى، ربنا اصلح لنا شأننا.